استاد دانشگاه دولتی فرخانه در ازبکستان روز 18 نوامبر خود را در قبرستان نزدیکی خانه‌اش به دار آویخت است. سامانه محلی اوز نیوز خبر داد که استاد دانشگاه بعد در قمار تتالیزاتور بای دادن مبلغ بزرگ دست به جان خود زده است. سخنگوی دادستانی کل ازبکستان حیات شمس‌الدینوف به اوز نیوز گفته است که در جریان تفتیش معلوم شد که استاد دانشگاه فرغانه رحمانوف توسط اینترنت در یک شرکت بوکمیکری پول کلان گذاشته بای داده است. معلوم شده است که او 57 میلیون سوم ازبکی تقریبا 5000 دلار پول قرض گرفته همه این پولها را در قمار بای داده است. جسد او را روز 18 نوامبر از یک قبرستان واقع در نزدیکی خانه‌اش پیدا کردند. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. دین اسلام قماربازی از جمله پول گذاشتن در تتالیزاتور را منع کرده است، ولی با این وجود در اکثر کشورهای مسلمانی به طور پنهانی یا آزاد شرکت‌های زیاد قماربازی فعالیت دارند. با پیدا شدن میدان‌های اینترنتی مردم می‌توانند در تتالیزاتورهای بین المللی نیز به صورت آنلاین پول گذارند. وقت‌های آخر در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان نیز هزاران نفر به شرکت‌های قمار و بوکمیکری داده شده در پی به دست آوردن درآمد مفت مبلغ‌های بزرگ برخی حتی به امید فایده ماشین و خانه‌های خود را به قمار می‌گذارند. موردهایی که کسی از قمار ثروت به دست آورده باشد اگر حتی باشد هم انگشت شمارند، ولی در اکثر حالت‌ها آنهایی که چنین ریسک می‌کنند دو دست در بینی یعنی بی خانه و در و ماشین در کوچه می‌مانند.